من اومدم با یک ویدیو جدید. واقعا دستتون در نکنه، ویدیوی قبلی واقعا به صورت عالی از من حمایت کرد. یعنی من این ویدیو قبلی رو 1 ساعت پیش گذاشتم، توی 1 ساعت 5 تا ساب گرفت. یعنی این ویدیو بعد از 1 ساعت بعد از ویدیو قبلیم دارم این ویدیو رو رکورد میکنم برای شما. دمتون گرم، واقعا خیلی حمایت کردین. توی 1 ساعت 5 تا ساب گرفتم، بخاطر همین من سریعتر آموزشش رو بذارم. خب برای آموزش دانلود ریسورس پک، شما اول این برنامه ادونز رو از داخل گوگل پلی دانلود میکنین، میایین توش، بدون وی پی ان هم بیاین میشه. خب وایسین بهتون میگم. این همین صفحه اول بازی اینه. خب بعدش اینجا شما رو قسمت سرچ میزنید. توی این قسمت سرچ مینویسین به انگلیسی با حروف بزرگ PVP. اینو که مینویسین ساب میکنین، برای شما بالا میاریم، میاریم پایین. این یکی از مودایی که من استفاده میکنم، مود خیلی کاربردی جورایی. این کاربردش اینه، طوریه که شما زره یا لباسی که تنتونه رو این قسمت نشون میده. یعنی مثلا میگه شما لباس دایمندی تنتونه، آهنی تنتونه، چه نوع لباسی تنتونه که تو بدوارز کاربردش خیلی زیاده، که مثلا شما سریعتر میفهمین چه چیزی تنتونه، میفهمین باید چیکار کنین. یه قابلیت دیگه داره، میزان جون یا قلب حریف هم به شما نشون میده، که اینم واقعا قابلیت خوبیه. خب این پک رو شما میاین اینجا روی این اینستال میزنین، دانلودش کردین، روی این بزنین، میری تو بازی که رفتش دانلودش میکنین. نه یه تو بازی سیو میشه و رد میتونیم چی کنین، استفاده کنین ازش. بعد میاین پایین تر، میاین یکم ضعیف اینجا. خب میاین یکی دیگه از مود یا پک هم اینه. این قابلیت این پک اینه که یعنی خودش یه نوع ریسورس پکه، خب اما مثلا زیاد تغییرات تو بازی که ایجاد نمیکنه. مثلا شما اگه پلیر ماینکرافت باشین، ماینکرافت یه قسم از ماینکرافت رو فعال کنین، اون وسط صفحه به علاوه میاد. بعد این اون به علاوه به این تغییر میده، اون به علاوه تونه شبیه این میکنه، خیلی هم بال میشه. خب بعدش خیلی باله، اما مثلا اینو من فقط برای اینش دانلود کردم این پکو. هیچ ریسورس پکش مثلا فقط تنها یه انیمیشن داره که مثلا برای کندن بلاکا براتون میاره، که اینم خودم ریسورس پکی من اصلیم که دارم هم همین کارو میکنه. بعد با این برای میاره، بعد زیاد تغییرات ایجاد نمیکنه، زیاد کار جالب نیست، ولی خب اینو که دانلود کردی این اینستال میزنیم، میبری تو بازی سیو میکنی، میایم پایین تر میای. خب میاین خب اینم ریسورس پک اصلیمه، میرین توش میزنیم، میایم پایین. این کاربرداش اینه، اصلا کلا به بازیتون جون میبخشه، یه بازیتون رو یه کیفیتش رو پایین میاره، اما خفن میشه. میدونین به درد بدوارز میخوره، مثلا به درد این نمیخوره بریم تو بازی مثلا میخواین مثلا بقا کنین یا مثلا زندگی کنین، خونه بسازین، این کارو کنین، کاربردی نیست. اما برای بدوارز، بدراگ، نمیدونم سروایور، خیلی از این چیزا کاربردی، یعنی به بازیتون رنگ و چی میبخشه که مثلا شما بازیتون خفن تر بتونین بازی کنین، حس پلیتون بیشتر میشه. شما اینم دانلود میکنین و روی این که زدین، خب میرین تو بازیتون. خب الان من روی میزنم، خب اینجا میریم تو بازی، یکم ساب میکنین. نه این بالا خود پک واسه من هستش، این بالا میگه مثلا پک اضافه شد یا نه. میرین تو بخش ستینگ بازیتون، میایم پایین، اینجا نمیدونم اسمش گلوبال ریسورس کیس نمیدونم چیه. خب حالا اینجا که اومدین یه لحظه وایسین، من اینا رو بردارم از این قسمت تا بتونم قشنگ‌تر بگم چیکار کنین. خب اینجا شما اول ببینین گزینه دوم مای پکز روی میزنین، پکایی که دانلود کردین اینجاست. شما روی این پکی که میخواین، رو همین پک اصلیم اینه، این پک اصلی منه،
یعنی ریسورس پک اصلی اینه که ازش استفاده میکنیم. خب اینو میگیرین اکتیو رو میزنین میاد این بالا اضافه میشه. اینم اکتیو میزنین اینم اکتیو میزنین. بعد میریم بالا، گزینه بالا نوشته چی اکتیو دیگه همین. خب این اینجا نوشته اکتیو روی میزنین. خب این ریسورس پک اصلیه. اینو این گوشه دونه فلش به سمت بالا داره روی میزنین، اینو میرسونین به اول. خب بعد اینم میکنین دوم. خب بعد این ریسورس پک دومی که همین چی هستش رو روی تنظیماتش میزنین این گوشه، اینو میارین آخر. خب این آخر میارین، بعدش این زبدر میزنین میارین روی این تیک میزنین، روی تیک که زدین روی این گزینه میزنین. خب این تنظیماتش سیو میشه. خب این تنظیماتش الان سیو شد دیگه. الان مثلا کارهایی که باید بکنه انجام میده. بعد اینم رو همین تیکش که زدین تنظیماتش سیو میشه. خب اینم که هیچ کاری تنظیمات خودش نداره روی میزنین سیو بشه. بعد میایم بیرون و اما اینم از فعال شدن ریسورس پکتون. خب الان اینجا ریسورس پک شما فعال شد. شما میرین اینجا هر سروری میخواین برین میرین و بازی میکنین. اگه از این ویدیو حمایت بشه بچه‌ها، ویدیوی بعدی قراره من 3 تا از بهترین سرورها مخصوص بدوارز، یعنی مثلا پی وی پیش تک به تک نمیدونم اسکوادی 2x2 هر جوری ویدیو جدید میسازم. یه بهترین سرورهای 3 تا از بهترین سرورهای بدوارز ماینکرافت رو پیدا میکنم براتون تو اون ویدیو میذارم. یعنی واقعا حمایت کنید دیگه، حمایت کنین که اصلا بهتون قول میدم که پشیمون نمیشین از حمایت کردنتون، چون یکی از بهترین سرورها براتون بیارم تو ویدیو جدید. پس حمایت کنین که تو اون 3 تا سرور یک سرور ایرانی هم هستش که اون اصلا نگم براتون، هم از نظر پینگی خیلی پینگش خفنه. پینگ خود من به شخصی 20 یا 40 تو این بدون وی پی ان. بعدش یکی دیگه زکا سروری که واقعا مخصوص بدوارز دیگه، واقعا یکی از خفنم ترین هست. سرور آخرم نمیدونم، یه 2 تا سرور مد نظرم هست، یک کدوم از اونا رو چی میکنم خفن ترینشون انتخاب میکنم میارم براتون. یعنی واقعا دیگه حمایت کنین. دمتون گرم. لایک و ساب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.